یوویگا بچه چطورید؟ امروز اومدم بهتون بگم چطوری ادشات. ببین به این روش ها بهتون میتونه که یاد بده چطوری تو تگ به تگ یا TDM خوب بات میکنید. اینا میتونن خیلی خوب میکنم. این روش که خودم از تو TDM استفاده میکنم. اینا رو کاملا بهتون یاد میدم. پس بریم سراغ ویدیو. اول بعد میتونه رو سر انمی قلف کنید و چپ و راست بدید. این روشی که من انجام میدم. اینو تمرین کنید که تا حفظ ذهنتون بشه و اینجوری بتونید انجامش. تمرین دوم هم مثل تمرین اول، ولی باید بیاید اینجا برعکس اینا که رفتن چپ شما بیاید راست، اینا که رفتن راست شما بیاید چپ. این میتونه راست قلف کنید درون سرش. تمرین دوم آموزش میده که پیک بگیرید و چپ. ببینید مثلا پیکتون تو چی سنتتون 400 برای TDM 200 یا 10 بیارید پایین برای و همیشه برای اسکوپ رداد این چیو بذارید که نشونش بالا. این خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید خوب ادشات بزنید. دومین جاشم اینجاش برای پیک گرفتن. خوب نگاه کنید ببین من چطور پیک میگیرم. یکی اینجا اینجاش روی این یکی چسک بعد اینم پیک بگیر. اینجا دیگه بعد پیک راست خوب میریم سراغ تمرین. اینجا دیگه آموزش چطوری که مثلا خط بگیرید. ببین خط بگیرید فورینا اینطوری بیاد پشت این ماشین فقط برید، بیاد پشت این پیک برید این ور، پیک بگیرید اون ور. راست رو اده اینی پیکای ما خراب کنید. پیک چپ بگیرید. این تمرین دیگه بهت میکنم مثلا پشت کارین خراش بدید اینطوری. ببینید کمی آدم کدوم دست کنید دوربینش بیفته و من انجام میدم. اینطوری دیگه خوب ادشات. اینم تمرین بعدیه. خب به نظرتون ولی یاد بگیرید، ولی هرچی صلاح خودتونه. این کمکتون میکنه فقط اگه پشت کاویر خوبی داشته کاره. تمرین دیگه بشینید و چپ و راست بدید. این تکتون ببینید میشینم میرم چپ میرم راست. بعد اینطور بشینید دوباره بلند شید. فقط رو اید انمی میتونید بعد بشینید و پیشید و تیر بزنید. بچه لایک کامنت و فالو تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. خداحافظ.